در هر ساعت 14,500 نفر از مردم هند به کرونا آلوده شدند. اغلب آنها برای نفس کشیدن دوباره به بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، اما نه تخت کافی هست برای بستری، نه اکسیژنی برای دریافت هوای تازه. از صبح با مشکل مواجه هستیم. اکسیژن نیاز داریم. اکسیژن بیمار بین 35 تا 38 رسیده. هر دقیقه 2 نفر از این بیماران که دیگر توانی برای مبارزه با کرونا ندارند جان میدهند. وضع تغییر کرده. الان افراد کم سن میمیرن. واقعا ناراحت کننده است. جوانان 18 و 20 ساله را میبینم که میمیرن. قبلا بیشتر سالمندها بودن که جان میدادن. من در طول عمرم همچین وضعیتی رو ندیده بودم. هرچند دولت‌های ایالتی از زمین و هوا در تلاش هستند اکسیژن به بیمارستان‌ها برسانند، اما آنقدر تعداد بیماران نیازمند به اکسیژن زیاد است که مخازن این ماده حیاتی زود به زود ته می کشد. کارشناسان هشدار دادند اوج همهگیری کرونا در هند 2 هفته آینده نمایان می شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی 9.